بار دیگر به شما دوستان عزیز درود میفرستم. شعله گلخوجه هستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ و حالا ساعت با وقت اینجا 26 دقیقه است و به سهم شما چند خبری رو میرسانم که فعلا در دست ماست و بعضی از این خبرها و گزارش‌ها رو ما بعد 3 ساعت دیگر در برنامه خبری مفصل پیشنهاد شما خواهیم کرد. یک حمله بیانگر خطر نیست. کارشناسان آمریکایی بخش توریسم گفتند حمله به سیاحان خارجی در دنقره به معنی آن نیست که دیگر سیاحان آمریکایی از سفر به تاجیکستان پرهیز کنند. به گفته این کارشناسان چنین عملی تروریستی میتواند در هر گوشه دنیا اتفاق بیفتد. ضمناً بعد این عمل تروریستی شرکت‌های توریستی تاجیکستان میان جهانگردان خارجی پرسش انجام دادند. نتیجه این پرسش چی بوده است؟ با ما بمانید، خبردار میشوید حتما در برنامه خبری رادیو آزادی. سر از دیروز حجیان به سنگسار نمودن شیطانی رمزی شروع کردند. عربستان سعودی برای تامین امنیت حجیان یک پل 3 طبقه‌ای را برای سنگپرتایی بنیاد نمود. همراه با شما در برنامه خبری سیری خواهیم داشت به عربستان سعودی و شما این جریان سنگپرتایی رو میتونید خودتان به واسطه ببینید. یک داوطلب نابینا و یتیم از بالای رهبری کنسرواتوری ملی تاجیکستان به دوستانی کل شکایت برده است. این جوان میگوید در این مؤسسه تعلیمی او را به امتحان ورود اجازه ندادند و با این عمل حقوق او را نقض نمودند. حالا جوان میخواهد که دوستانی کل حق را به حقدار برساند، اما آن طرف بحث رهبری کنسرواتوری ملی در این باره چی میگوید در برنامه خبری خواهید فهمید. روز سه‌شنبه ایران هواپیمای جنگی را به نمایش گذاشت که به گفته مقامات این کشور 100% ساخت محلی است. این هواپیما کوثر نام داشته، نسل 4 هواپیماهای جنگی بوده است. گفته می شود این هواپیما سنجش را با موفقیت گذشته است. کوثر در حال معرفی می شود که امریکا مهمه از سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و قرار کرد که تحریم‌ها را علیه تهران از سر می‌گیرد. بهار پراگ در 50 سال پیش و اعتراض از حکومت فعلی روسیه در نزد سفارت این کشور. 21 آگوست برای یادبود سالگرد تجاوز شوروی به چخسلواکیه در جمهوری چخ راهپیمایی اعتراضی دایر شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هنوز سال 2006 گفته بود که روسیه مسئولیت معنوی حادثه سال 1968 را بر دوش دارد، نه حقوقی را. اما روز گذشته جوانمردگان هم خود ولادیمیر پوتین و هم خط مشی کرمل را مورد تنقید قرار دادند. در این باره ما گزارش رو پیشنهاد شما خواهیم کرد. البته چند خبر گزارشی دیگر هم هست که اگر بعد از 3 ساعت دیگر با برنامه خبری بپیوندید حتما در جریان خواهید بود. فراموش نکنید که برنامه ما در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب پیشنهاد شما می شود. همزمان شما میتونید پخش مستقیم برنامه رو در www.azadi.org وبسایت رسمی رادیو آزادی ببینید و اگر نتوانستید که در پخش مستقیم ما رو همراهی کنید، پس ما ثبت برنامه رو در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. البته تشکر میگم به همه شما که همیشه برنامه‌های ما رو دنبال میکنید، فکر و نظرهای خود رو برای ما مینویسید و خبرهای جالبی رو هم که شما پیدا میکنید برای تصدیق این خبرها با ما تماس میگیرید. ما از همکاری با شما بیننده عزیز خیلی شاد هستیم و باوری داریم که همین گونه همکاری ما با شما دوام خواهد کرد، چون زحمت‌های همکاران ما در مناطق مختلف تاجیکستان به خاطر شماست تا اینکه شما پیوسته در جریان خبرهای روز باشید و امیدوارم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و پس از 3 ساعت دیگر من همه شما رو در پخش مستقیم منتظر می شوم.